خب بریم سراغ فاز اول دوره کلاسداری پارت اول. میخوام در رابطه با روز اول مدرسه باتون صحبت بکنم. الان اول مهره، بلند شدیم رفتیم مدرسه. چه برخوردی باید با بچه‌ها داشته باشیم، چی کار باید بکنیم، چی بگیم و اینا. اولین چیزی که خیلی مهمه برخورد اولتونه. یعنی شما در برخورد اول کل سالتون رو میتونین بسازین. خب اگر معلمی باشین که خیلی شل بگیره، دانش آموز به خودش فکر میکنه میگه خب من میتونم سوار این معلم بشم. اوکی؟ اگر معلمی باشین که نه، خیلی سختگیر و خشک و اخم و جدی و بشین ببینم و ساکت جو حرف نزن اینا، من از اون معلمان نیستم که رو بدم اصلا. اگه همچین معلمی باشین بچه وحشت میکنه. باید حد وسط و میانه رو رعایت بکنین، در حین اینکه میخندین و خوبین و شادین ولی اقتدار داشته باشین که حالا جلوتر بهتون میگم که باید چی کار بکن. خب خودتون رو معرفی میکنید در درجه اول. لزومی نداره بگین که مثلا آره من ستایش حبیبی هستم، چند سالمه، متأهلم یا مجردم، نمیدونم انقدر بچه دارم، مدرک تحصیلیم اینه، سابقم اینه، کجا درس دادم و نمیدونم رنگ مورد علاقه. اصلا دانش آموز شما لزومی نداره وارد حریم شخصی شما بشه، بعد سری چیزا اطلاع داشته باشه. چجوری خودم معرفی میکنم؟ میگم بچه‌ها من خانم حبیبی هستم، معلم پای ششمتون، معلم پای پنجمتون، یا اگر مثلا تک درس هستین مثلا معلم ریاضیتون، معلم علومتون، علوم و ریاضی هر چیزی. امسال کنار هم دیگه هستیم، یک سال تحصیل رو می‌خوایم با هم بگذرونیم. اهداف آموزشی کتاب رو بگید. مثلا کتاب ریاضی شما 7 فصل داره، می‌خوایم امسال با هم اعشار یاد بگیریم، کسر یاد بگیریم، نمیدونم هندسه یاد بگیریم مساحت حساب کنیم، حجم حساب کنیم و این داستانا. و قوانین خودتون رو بگین. خب قوانین کلاستون رو بگین، قوانینی که خودتون رعایت میکنین برای کلاس که جلوتر بهتون میگم چه قانون‌هایی بهتر داشته باشین. قانون‌های کلاستون رو هم حتما ذکر بکنین. در درجه دوم بگین که مثلا به فلان دفتر بچه‌ها احتیاج داریم، به انقدر دفتر، مثلا هر درس این دفتر داره، من روش تدریسم اینطوریه، من اینطوری درس میدم بچه‌ها، نمیدونم خیلی برام مهمه که تکلیف هام رو به موقع ارسال بکنید و برام تحویل بدید بیارید برام. دوست دارم که وقتی که مثلا از درک میام بیرون همه به احترامم بلند بشن، خیلی احترام برام مهمه، به همدیگه احترام بذارید، به بچه ها، به دوستاتون با همدیگه خیلی خوب و مهربون باشین. اصلا نمیخوام ببینم که به هم بی احترامی میکنین، حتی به بغل دستیاتون با همدیگه. من یه قانونی که اول سال انتخاب کردم برای کلاس خودم این بود که بچه ها گفته بودم که اجازه ندارید وقتی که من وارد کلاس میشم بعد از من وارد کلاس بشین. یعنی قبل از اینکه من سر کلاس باشم همه باید حاضر باشین و دانش آموزی که بعد از من بیاد سر کلاس من راه نمیدم و بره دفتر برای من مثلا یه امضایی از مدیر یا یه مجوز یه چیزی بیاره اینا، حالا یه دست نوشته بیاره. این یکی از قانونهای کلاس من بود که من دفعه اول گذاشتم. یه قانون دیگه ای که بهتره بذارید غیبت‌های غیر موجه. بگید که بچه‌ها من غیبت غیر موجه قبول نمی‌کنم. یه هفته من رو سر تعطیل کنی، مثلا عروسی خالم بوده، داییم بوده، عموم بوده، من یه هفته نیومدم مدرسه. خب بگیم که بچه‌ها من خیلی دوست دارم که منظم باشه. اینطوری نه که نه اگه نه مدرسه من پوستتو میکنم. نه، خیلی دوست دارم که بچه‌ها منظم باشید، همه سر کلاس سعی کنین حاضر بشین. اگر خدایی نکرده حالا مریض بودین یا هر چیزی، اون چند روز میتونین استراحت بکنین و بعد بیاین. به جز بیماری یا خدایی نکرده اتفاق بعدی انشالله سعی کنین که همیشه همتون سر کلاس من حاضر باشین. من دوست دارم روی ماه همتون رو ببینم هر روز و بگید که خودشون رو معرفی بکنن. خب یه نکته هم بهتون بگم در رابطه با پرسیدن شغل پدر و مادر. خیلی از معلم میپرسن بلند شو خودتون معرفی کن، مثلا میگه من فلانی ام، خب بابات چیکار است، مامانت چیکار است؟ بچه شاید واقعا راحت نباشه اطلاعات خانواده‌اش به شما بده. خب همونطور که شما اگه معلم مثلا بچه بپرسه خانم اجازه ببخشید شما ازدواج کردین، شوهرتون چیکار است، یا مثلا باباتون چیکار است، خب ممکنه بهتون بربخوره، بگی به تو چه ربطی داره؟ خب پس اونم حریم بچه است. شما توی دفتر مدیریت کلاسیتون یک صفحه میتونین اختصاص بدین، از مدیر بپرسین بعداً قبل از کلاس، قبل از مدرسه شماره تماسا رو بگیرین، شغل باباشون رو بگیرین
ولی از بچه جلوی جمع نپرسین که بابا چی کار است، خب، یا مامانت چی کار است. ممکنه بچه مثلا خجالت بکشه، هرچند که شغل‌ها همه واقعا مورد احترام هستن. بچه رو باید یاد بدیم که به رفتگر احترام بذاره، به مستخدم مدرسه، حتی اگه مستخدم از در بیاد داخل کلاس، به بچه یاد میدی، به دانش آموزت که اگر مستخدمم از در اومد تو، به احترامش بلند شو. خب یعنی فقط من معلم نیستم و اگه معلم کلاس دوم اومد بلند شو، مدیر اومد به احترامش بلند شو، مستخدم اومد بلند شو و احترام رو یاد بدید. بهتره که مثلا فقط بلند شن اسم خودشونو بگن، مثلا یا خودتون رندوم بگید شما بگو اسمت کیه، بعد شما بگو اسمت کیه. در حد پرسیدن در واقع از بچه ها سوال بپرسید و بگید که چه درسی رو دوست دارید بچه ها، دوست دارید معلمتون چه ویژگی داشته باشه، چه معلمی رو خیلی به نظر خودتون خوب میدونین و از بچه ها بخواین که بهتون بگن، نظر بدن. خب مثلا یکی میگه خانم من دوست دارم معلمم خیلی مهربون باشه، مثلا خانم من دوست دارم معلم خیلی خوشگل و تمیزی داشته باشم، مرتب خوشپوش باشه. بپرسین رو از بچه ها و روز اول مدرسه سعی کنین درس ندین به اون صورت، یعنی بیایید مثلا شروع کنین صفحه اول باز کن، خب درس اول فلان فلان، نه، روز اولو با این بگذارین که روی همین کوچولو شناخت پیدا بکنین. خب سعیتون بر این قضیه باشه. اما در رابطه با قانون‌های کلاس که روز اول مدرسه میگین به بچه‌ها، هرچند که اینم بهتون بگم انتظار نداشته باشید که روز اول انتظار نداشته باشید که روز اول بچه‌ها تمام قانون شما رو یاد بگیرن، چون معمولا حافظه کوتاه مدت بچه‌ها خیلی زود پر میشه. خب یک کاسه رو در نظر بگیرین، این کاسه خیلی زود پر میشه و یک هفته معمولا زمان میبره که این قانون‌های شما رو به خوبی یاد بگیرن. همیشه اولین قانونی که من به بچه‌ها یاد میدم احترام هستش. گفتم که وقتی از در میام داخل خیلی برام مهمه که بچه‌ها به احترام بلند بشن و فکر کنم اینم گفتم که یاد میگیرن که خب نه فقط برای من معلم باید به احترام هر بزرگتری اینا بلند بشن. خب و خودتون هم این کار رو انجام بدین. مثلا اگه یه خورش هستین سر کلاس در میزنن، مثلا معلم کلاس دیگه میاد تو یا معاونی مدیری، حتی ما گفتم مستخدم مدرسه هم میاد تو، وقتی خودتون بلند میشین بچه میبینه. خب میدونین که بچه ها با دیدن تربیت میگیرن، تربیت پذیریشون بیشتر با دیدنه. خب تو 100 بار بیا به بچه بگو بزرگترت میاد بلند شو، بزرگترت میاد بلند شو، ولی 2 بار خودت این کار رو انجام بده. خب 2 بار وقتی مثلا یکی از در میاد تو خودت بلند شو، بچه میبینه که خب چقدر کار خوبی کرد، پس اگه خانم این کار میکنه منم باید این کار رو انجام بدم، پس اونم یاد میگیره این قضیه رو. مورد بعدی در رابطه با قانون بعدی در رابطه با این بود، گفتم وقتی که خودم میام سر کلاس قبل از من همه باید باشن و بعد از من اجازه ندارن که بیان. خب این خیلی خوبه به خاطر اینکه شما بچه میدونه که زمانی که زنگ خورد و زنگ تفریح تموم شد باید تموم کنه خوراکیشو، سعی کنه تمامش بکنه و بیاد حاضرش سر کلاس و به احترام من معلم سر کلاس نشسته باشه. قانون بعدی سکوت در حین تدریس. من همیشه به بچه‌ها میگم بچه‌ها با هم خوبیم، میگیم میخندیم، شادی و سرگرمی و ما خیلی مثلا تعریف میکنیم با هم دیگه، ولی وقتی دارم شروع میکنم میگم بچه‌ها سکوت مطلق، بچه‌ها خودشون با هم میگن وقتی میگم بچه‌ها سکوت، اونا میگن مطلق و دیگه یه سکوتی توی کلاس حکم فرما میشه. من همیشه قبل از تدریس میگم سکوت مطلق و بچه‌ها ساکت میشینن و گفتم که در حین تدریس من کسی اجازه صحبت کردن نداره مگر سوال درسی داشته باشه که دست میگیره بالا میگه خانم من یه سوال درسی دارم، میگم بفرما، نه اینکه وسط تعریف من یاد یه خاطره‌ای بیفته و شروع بکنه همون یهو خانم ما رفته بودیم فلان جا مثلا مثل شما اینطوری شد. میدونید منظورم چیه؟ بچه بگین که سوالهاش رو درسی ها دست بگیره بالا وسط تدریس بپرسه، اگر من معلم اجازه دادم میگم خب عزیزم الان بگو، اگه دیدم که مثلا سوالش نادرست و نابجا میگم خب بعدا بهت جواب میدم یا میگم این سوال مثلا جاش اینجا نبود. خب این هم از این. و چیزی که خیلی برام مهمه نظمه. خب تعیین میکنیم که بچه ها خیلی برامون نظم مهمه. نظم فقط به معنی تمیزی کلاس نیست، نظم در پوشش نیست که همیشه مرتب باشید و اینا، این نظمه ولی یه بخشی از نظمه. چیزی که برای من مهمه روتین شماست، اینکه شما روتینوار
فعالیت‌های مدرسه رو انجام بدین. نه اینکه مثلا من همیشه بچه‌ها میگم بچه‌ها روز نیم ساعت ریاضی بخونیم، بچه پای ششم مخصوصا اگر معلم پای ششمین، بچه روز نیم ساعت مثلا بذارین برای ریاضی. روتین چجوری صبح بلند میشی، صورتتو میشوری، صبحونه میخوری، مگه این روتین نیست؟ ریاضی رو هم بذار تو جزء روتینه. و بچه‌ها میگم که بچه روتین داشته باشید برای خودتون. بعد از مدرسه که رفتین خونه مثلا یه روتین برای خودتون برنامه‌تون رو بچینین که این کارو بکنم، این کارو بکنم و تمام این کارها رو در طول روز تکرار بکنین. هر روز مثلا نیم ساعت ریاضی، هر روز مثلا مرور درس امروز، هر روز مثلا این، و این یه نظم خاصی به شما میده و نشون میده که شما چقدر معلم با برنامه‌ای هستین و بچه کیف میکنه، میگه خب معلم من براش مهمه که من برنامه‌ریزی خوبی داشته باشم، من نظم خوبی داشته باشم. بچه‌ها من از شما تکلیف میخوام، لطفاً برام بیارید. من قبول نمی‌کنم که دانش آموزم مثلا بیاد به من بگه که خانم حبیبی تکلیفمو ننوشتم چون که خوابم برد، چون که عروسی بودیم، مهمونی بودیم. خب این بی‌نظمیه شما رو میرسونه. خب نیم ساعت در روز وقت تو رو نمیگیره دخترم یا پسرم وقتی بخوای مثلا کارتو انجام بدی. پس چیزی که خیلی خیلی هم باز تاکید می‌کنیم بهش در درجه اول نظم هستش.